این یکی از بیماری‌های پهن‌گردیده این جهانی معاصر ما میباشد. وقتی که تامینات خون و مشک‌های دل به طرز کافی نمیرسد، این را بیماری ایشیمی دل می‌نامند. یعنی تامینات مشک‌های دل را قانع کننده نتوانستن اون شرایط‌هایی که نوابسته خونی تازه به مشک‌های دل میبرند. اگر سالهای پیشین بیماری‌های دلро بیشتر به نفران سن سالشان از 50 بالا میگفتند، حالا باشد با سبب‌های رعایت نکردن طرز حیات سالم جوانان نیز گرفتار بیماری‌های گوناگون دل گشته‌اند. ولی بیماران ما جوان‌هایی بودند که اکنون 28 ساله، 30 ساله، 36 ساله و تنها در همین سال خودش هم یک بیماری اومد که 36 ساله، اولی 36 ساله گرفتار سکته دل بود. دوم عامل‌های خطری که به این بیماری آورده میرساند این در ارثیت. یعنی در ارثیت جای داشتن بیماری ایشیمی دل اگر در والدین آنها یعنی پدر و مادر آن گرفتار این بیماری باشد، احتمالیت گرفتار این بیماری در فرزندان بسیارتر. در زمان معاصر نوابسته از آن که طریق وسایط اخبار عامه و مشورت‌های دکتران طب اولیوی دایر به بیماری‌های گوناگون و پرخوری مصلحت‌ها داده می‌شود. متاسفانه تا حال هم برخی از ساکنان رژه خوراکخوری را رعایت نمی‌کنند یا محض طعام‌هایی را استعمال می‌کنند که خلسترین زیاد دارد و زیان به سلامتی و یکی از عامل‌های پرخوری این بیماری‌های دل، فربهی و دیابت قند میباشد. اساس حیات این حرکت است و امروز بسیار کارهای خصوصا در حجره‌نشینی کبدنشینی میگوییم ما در سطح تلویزیون یا کامپیوتر یا موزیکاری نسبی زیادی و وقتی کاریاشون نشستن که میگذارند. این به شخصان نیز به گرفتاری بیماری ایشیمی دل بسیارتر گرفتار شده میتونند. تاماکو و نوشاکی‌های اسپرتی باشد سبب اساسی گرفتار شدن جوانان به بیماری‌ها میباشد. با گفت عالمان دیگر استعمال نوشاکی‌های اسپرتی یا استفاده موادهای هم سبب بی‌نسلی بین جوانان گشته است که این هم یکی از پرابلم‌ها میباشد و به ویرانشوی عائله‌های جوان آورده میرساند. سیگار کشی در مردم تاجیکستان ما بسیارتر میگویند که گویا سیگار کشی زیان دارد و ناز کشی نه. امروز علمان تاجیکستان اثبات آن را کردند که تاثیر ناز کشی از تاثیر سیگار کم نبوده است و هنگام درباره سیگار کشی مقدارا قریب رول کلان ندارد. لیکن وقتی که ما با بیماران صحبت میکنیم همه 2 4 6 سیگار در یک سوتکن میکشیم در یک شب میرس همین که وای زیان نمیکنند یا میگویند که ما سیگار گویا تاماکو کشی نمود سبک است گویا یعنی فیلتر داشته باشد. صرف نظر از کشیدن سیگار تاثیر منفی آن تاثیر آن زهری که خصوصا نیکوتینی که در ترکیب سیگار وجود دارد و نوابسته به شرایط‌های ارگانیسم خصوصا شرایط معاینه سر و دل حسیاتشون نسبت نیکوتین بلند و تاثیر منفی خود را میرسانند. با گفتی مصاحبه‌مان اگر امروز انسانیت از پی طرز حیات سالم نشود پس میتواند به زودی گرفتار بیماری گردد که آن هم باز چندین عارضه‌ها را با خود میآورد. امروزه حیات ما بسیارتر استعمال نمودن خوراک‌های روغنی و خوراک‌های زیربان خوراک‌های خلسترین دار با طور کم استفاده بردن نمک آشی چون که نمک آشی از حد زیاد بردن این خود عامل خطر پیدایش بیماری شده میتواند. علی جان اشرف برای جان شرمتов پیام روز.